السلام علیکم برادرای عزیز، سلام علیکم با کلی مردم مسلمان و کلی مردم غریب و کلی نفرایی که در کانال خیر مهاجر هستند و تماشا میکنین. سلام خدمت به همتون میرسونم. انا برادرای عزیز، مادرای عزیز، خواهرای عزیز، خوب گوش کنین. همین روز همین بگاه بگیم یک واقعه در خدمت شاهد شدیم. یک برادر پاسپورتش انولید کردن، گراجدانی روسیه بود. نو بحث میکنن چیزی قطعی هم لیسو مقصد خیلی بسیاری بعد بگیم گفتی تاجیکی خدمت که رکلام هم میکنه، خیلی مقصد قانون گپ میزنه، خیلی گپ میزنه میبرن جاش ده پاسپورتش انولید میکنن، مقصد دیپورتش میکنن میره تاجیکستان. برای مقصد برادر عزیز یگان مایده نشاطی تیمه هایی که هست مقصد در همه جا من چی نام داره برادر التماس خواهش میکنم همین ملیسامانتون نکنه چی نام داره زورگویی نکنه، خودتون پراف نگیرین، خودتون وابشت خیلی گرینی بد نگیرین، خودتون همین سخن خوب میگن ما را هلچش میبرداره، مقصد میبروره همه سخن مقصد فکر میکنم تا جایی که چی نام داره معنی گپ ما فهمیدین. برای برادر عزیز خواهش میکنم احتیاط کنین. دمی وریم اختم میدونین که دولت چون نتینجی مقصد کم تر کم باشد سرشون وایرون در فکرند چیان چیزی که شما سخت میرین و باش ولی سخت ترک میروان. برای برادر عزیز حرکت میکنه اول خداوند در دستشون غلطین چشمشون کور کنه. انا بعدا برادر عزیز حرکت کنین که مقصد اصلی چون قبیلانتون بس خونی خوب چخ نچکنین چیم دیپورتون میکنن او خوبه. ما فکر میکنم 5 سال تاجیکستان خیلی میدونین تاجیکستان در مقصد کار و بار و مثل اینجا مقصد نیست. من برادر عزیزم خواستم با سحر که خوب خستیم طرفی کار رفتیم خواستم برسونمتون. انا احتیاط کنین، فقط احتیاط کنین، همه وقت دعاگو باشین، همه وقت هم دیگر پدیشکا کنین. الله مهربان نگهبانتون باشه برادر عزیز. بعد روخیات چی گفتنیم نوار همون مادر میمونم التماس خواهش میکنم دستگیریش کنین همین مادر. الله مهربان همتون نگهبان باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران عزیز، خواهران عزیز. اینا چه خیلی که میبینید ما خاله جان قطعی بچه‌شان آوردیم در بیمارخانه استقلال خواب کردیم. هزار رحمت به هر یک شما که همین خیل مادر تنها نگذاشتین، سهم خود رو گذراندیم. با کمک شما این ما آوردیم خواب کردیم. در کرته رسیس که یعنی که زیبربنک 200,000 روبل شد و در دوشنبه سیتی 7,000 سومون شد. از هر یک شما میندار هستیم که تنها نگذاشتیم و ما باوری کردن همین مادر قطعی برادر کمک رسوندن و بین مینداری مادر با همراه همین برادر از زبان خودشان میشنویم. سلام علیکم دادران، خواهران، اپوهان، دختران. هزار رحمت که شما ما را در این تنگ دستی دست اومد گرفتید. همین بچه بیماری مده یردم کردیم. هزار رحمت دعای دولتون میکنم در حقتون. خیلی شما مینداره که ما را هم دستگیری کرده. اینه سر جان قدی واسه جان وردن همینجا موندن. هزار رحمت میگم با یارم با شما را همین مورا که تنها نموندین با ما یردم کردین. هزار رحمت خدا دولتون عزیز در حقی مردو کنید، در حق یک هم بچه من نوبینو خنده رحم میگرده. در حق همین دعا کنیم. من همه وقت در حقتون دعا میکنم خدا پروردگار خوک بگیرن زرستان بگرده خودتون نکنه با سین سالی ما برسیم با 80 و 90 سال برسیم خیراتون قبول بگردونه در شما جانم در خوکای پوتان جانم. هزار رحمت.